بچه خوش اومدید به یه ویدیو خفن دیگه از اسپرانکی و قراره که بریم و شخصیت ها رو ببینیم چه شکلی هست و این لبلش خیلی خفنه و شوز خیلی خفن شد بریم بذاریم برای اینکه ریسک نبره جالب شد. حالا بریم یه ریسک واقعی درست کنیم. بستا اینو میذاریم جسم خفن که بریم یه دونه دیگه هم بسازیم میذاریم شیرین زرده دقیقا کرده بودم نگاه کنید اینجا ببسید یه چشم داره و دو تا از این شاخه داره میتونیم چشمشون ببینیم ولی چشم بسته است و دهنش هم دقیقا مثل دهن فیز 4 فیز 4 فیز 4 که یه چیز دیگه است خیلی خفن تره و این فیز 3 باید یه جور دیگه باشه ولی نمیفهمم من فیز 4 انگار و بازم تا فیز 4 همین شکلیه فکر کنم یعنی بچه اگه میخواید فیز 5 و 4 رو بیاریم حتما لایک و کامنت نظرتون رو بگید این تغییری نکرده یعنی انگار داخل لب 2 مونده بعدم اینکه الان دندوناش رو هم گذاشته همین فقط ویدیو همین 5 دقیقه باشه حالا اینا رو که ول کنیم یه چیز دیگه اینو شبیه ارمنتر امون چی بود؟ ویلیام داخل فردی مثل اون داره انگار عذاب میکشه جوریش مثل اونه رفته انگار داخل لباسی رباتی فقط صداش هم که رو مخه و همین لایک و ساب و کامنت فرمون نشه ما رو دنبال کنید همیشه به کانال ما سر بزنید ساب کنید لایک کنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار